من وحشیم، یعنی اون لحظاتی که خشم در من چی میشه؟ حلول میکنه. مستولی میشه بر شما. بر من مستولی میشه. به خودت اصلا اینجوریمو نبین، هیچ وقت اتفاق نیفتاده، ولی یکی بخواد به من آزار برسونه اصلا نمیتونه. و اینکه ببین گفتن الهه بشین، حالا این ور اون ور ماشین، کوچه تنگ، دوور پر، اینا با موتور اینجوری دوز 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 گاز میدن برای اینکه ما رو چیز کنن. بعد ما میگفتیم قان قان قان، رفتیم حرکت کردیم اونا چون اونا میخواستن ما رو بزنن. دیش میخواستن روحیه‌مون رو تخریب کنن دیگه. آره اینجوری گاز میدادن اینجوری به خدا همینطوری. من گفتم اله نترس، فقط محکم بشین. دستمو گذاشتم رو بوق. بیب بیب بیب. نه بوق ممتد، بیب بوق ممتد و صدای بلند بوق و دنده عقب با سرعت، واقعا با سرعت بالا. گفتم ببین فقط اگه اومدم پشتم، موتوری اومد پشت، میزنم بهش روش رد میشم، نگران نباش. میشد رد شم یا نه؟ ماشین از من داری میپرسی؟ نه مثلا قانونی یعنی مثلا نه، اون که قانون باید طرف منو میگرفت. ببخشید نه اینطوری نیست. چرا میخوام بدوزن آدمو؟ چی؟ هنوز که ندزدیدن، یعنی شما بزنید بهشون میشه شمایی که زدید به اونا. خب دیگه حالا من میرفتم توجیه. آخه شاید نمیدونی که اونا بابا خفگیرن. اینجوری بودن، خفگیر بودن شاید دیگه. آلودگی هوا بوده بس. نه به خدا واقعا وحشتناک بودن. بعد ببین من گفتم میام، من میخوام ببینم اگر ماشین میتونه از رو موتوری که افتاده رد شه. از نظر فیزیکی. آره اونو میگم. من گفتم به هر حال میزنم بهشون دیگه، یه چیزی میشه. ببین با سرعت بالا دستم گذاشتم رو بوق و اینا اصلا هول شدن، اصلا فکرشو نمیکردن یک زن بتونه اینطوری باشه. باریکلا. دست بزنید. دست بزنید. آفرین.